میدونم که پول همه چیز زندگی نیست، اما میتونه دلیل خیلی چیزای خوب زندگی باشه. از نظر من پول چیز قشنگ و خوبیه و من پول رو دوست دارم، چون به من اعتماد به نفس میده، چون منو قدرتمند میکنه، چون به من احساس آزادی میده. بیایید با هم یه نگاه کوتاهی بندازیم و ببینیم آیا واقعا میشه از صفر شروع کرد و شرایط مالی رو بهبود بخشید؟ بودو شفا، نویسنده آلمانی کتاب راه آزادی مالی، 6 نکته رو به جهت ثروتمند شدن پیشنهاد کرده که همگی ما اونها رو میشناسیم، اما آیا واقعا بهشون عمل میکنیم؟ و اگه نه، پس انتظار چه ثروتی رو داریم؟ نکته اول، فکر کردن. در ابتدا میبایستی یاد بگیریم که ثروتمند و مثبت فکر کنیم. یعنی چی؟ یعنی همین که دست رو دست بذاریم و مثبت فکر کنیم ثروتمند میشیم؟ نه، طبیعیه که نه. شما زمانی از افکار مثبتتون بهره بری لازم رو خواهید داشت که به الهامات قلبی خودتون واقف بشید و اونها رو در جهت ثروتمند شدنتون به کار ببرید. یعنی اینکه شما نه تنها مثبت فکر میکنید، بلکه در همین راستا تلاش هم میکنید. منتها این بار سعی شما سریعتر به نتیجه میرسه. چرا باید ثروتمند فکر کنیم؟ چون اگر خواهان چنین شرایطی هستیم و تغییر زندگیمون رو آرزومندیم، پس باید به همین شیوه هم فکر کنیم. پس تو اجازه نداری به جهت اینکه دیگری رو در ثروت کامل میبینی بهش بد و بیرا بگی و بهش تهمت بزنی. چون بهش حسودیت میشه، چون دوست داری مثل اون باشی اما باور نمی کنی که تو هم میتونی. تو اجازه نداری پول رو کثیف و بی‌ارزش بدونی. تو اجازه نداری به خاطر اینکه در فقر هستی خداوند رو هم ضد ثروت قلمداد کنی. تو اجازه نداری در افکارت ناامید باشی. هرگز. دو، برنامه داشتن. خیلی آدم‌ها هیچ برنامه مدونی برای شرایط مالیشون ندارن. تو نباید جزو این آدم‌ها بشی. یاد بگیر که با یک برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت به استقلال مالی دست پیدا کنی. 3، پول درآوردن. اصلاً کار میکنی؟ اصلاً کار دوم هم داری؟ اصلاً از طریق استعدادات پول در میاری؟ دوست خوبم، منبع درآمدتو بیشتر کن. بیشتر کار کن. نه، منظور من زیاده روی نیست. زیاده روی نکن. اما واقعا سعی کن از ساعات روزت بیشتر بهره بری کنی. 2 تا کار داشته باشی، 3 تا کار داشته باشی. 4، پس‌انداز کردن. مهمترین نکته در ثروتمند شدنه. درآمد تو هر ماه تقسیم کن. مثلا 30% برای قبض و صورت حسابات کنار بذار. 30% برای خورد و خوراکت. 20% برای پس‌اندازت. 10% برای امورات ناخونده که ممکنه هر ماه به صورتهای مختلف برات پیش بیاد. و 10% هم برای لذت بردن خودت از پولت، از زندگیت. یاد بگیر وقتی گرسنه هستی برای خرید به فروشگاه نری، چون حاصلش کلی خوراکی و مواد غذایی که تو بر اساس گرسنگی که داری هوسشونو کردی. میتونی 2 تا حساب پس‌انداز داشته باشی و هر ماه از یکی از حسابات به حساب دیگه پول واریز کنی و پس‌انداز کنی. 5، سرمایه گذاری کنید. با یک ایده خوب و کمی ریسک میتونیم موفقیت چشمگیری در عرصه سرمایه گذاری و ایجاد ثروت داشته باشیم. اما نبایستی چشم بسته اقدام به هر سرمایه گذاری کنیم.
پس موفقیت در سرمایه گذاری وابسته به تصمیم درست ماست. برای همین بهتره برای سرمایه گذاری یک کوچ داشته باشیم. 6. لذت بردن. لطفاً اینطور زندگی نکنید که فقط کار کنید و پسنداز، کار کنید و پسنداز و کار کنید و پسنداز. پس لذت بردن از این همه داشته ها چی؟ تو میبایستی زندگی تو زندگی کنی دوستم. براتون ثروت بی پایان آرزو میکنم.